رئیس کمیته андоз تصدیق کرد که اداره زیر رهبری او به حکومت درباره از 10 تا 15% بالا بردن نرخ بسته‌های اینترنت پیشنهاد ارائه نموده است. نصرت‌الله دولتزاده گفت تا 2 ماه نزدیک مسئله گران شدن صحبت‌ها طریق پیام‌رسان‌های وایبرو وотсапп و ایمو نهایی می‌شود. در این باره رئیس کمیته андози توجیکستان روز 14 فوریه در نشست مطبوعاتی اطلاع داد. سال 2015 3 میلیارد 600 میلیون دقیقه را تشکیل می‌دهد. سال 2018 در متاسفانه اومد 660 میلیون شد. 660 میلیون این پرابلم جدی است. برای این موارد آموزش قرار دارد. من یک مرتبه پیشنهاد حکومت جمهوری اسلامی رفتم. بار دیگر من سپارش شد که مثلا ایلواگی بمب بزن مثلا اموخته دیگه برنامه داشته روزهای نزدیک به حکومت جمهوری تو پیشتون میشه. تلگران توجیک میگویند شرکت‌های موبیلی مبلغ андоз را هرگز از حساب فایده خود پرداخت نمی‌کنند. آنها این مبلغ را به قیمت استفاده از اینترنت ضم می‌نمایند و در نهایت این بار به دوش مشتری عادی گذاشته می‌شود. مهاجران که معمولاً سرور خانه‌دان می‌باشند از طریق مسنجرها از حال نزدیکانشان آگاه می‌گردند. کاربران گرامی آزادی ویدیو، آنهایی که میخواهند در تهیه برنامه خبری مساعدت کنند، رقم ما در وایبرو وотсапп در خدمت شماست. تنها همین را خاطررسان میکنم که رقم مذکور برای صحبت تلفنی نیست، بلکه خبر و عکس و نوارهای شما را قبول میکند. اگر شما این گونه مواد دارید با رقم پلوس 420 724 05 66 81 بفرستید. ما برای گرفتن جزئیات با شما حتما تماس میگیریم.